ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 7 فوریه سال 2024 با نشر دو عکس از بازداشت یک ساکن 74 ساله محله یکم ماه شهر کولوب با اتهام فالبینی و جادوبراری خبر داد. در عکس نشر کرده میلیسای ختلان در پلوی مرد دستگیر شده چندین کرد و قفل و تسبیح و آینه، پاره‌های آهن و حتی قند سفید و ظرف‌های آب و تمور و تشتو بسیار دیده می شود که این نفر گویا برای فالکشویی یا برآوردن جادو استفاده می برده است. خود مرد دستگیر شده و یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی میلیسای ختلان در اطلاعش گفت در دایره برگزاری یک چاره‌بینی اپراتیوی شهروند فیض الله رحمت الله سال 1950 ساکن شهر کولوب در خانه استقامتیش هنگام مشغول شدن به سیر و جادو و فالبینی از جانب کارمندان میلیسیا دستگیر کرده شد. طبق ضمن چاره‌بینی‌های سنجشی معین گردید دستگیر شده رحمت الله فیض الله خود را همچون فالبین و جادوبرار معرفی نموده دوام 5 سال آخر به این کار مشغول بوده است. معلوم کرده شد که در اصل نام برده تنها به خاطر منفعت‌های شخصی برای به دست آوردن مبلغ‌های پولی دست به این کردار مردم فریبانه می‌زده است. در اطلاع همچنین گفته می‌شود که وابسته به حالت مذکور نسبت به دستگیر شده رحمت الله فیض الله برای عمل‌های مردم فریبانه‌اش پرونده مأموری ترتیب و برای بررسی به دادگاه شهر کولوب ارسال گردیده است. ماده 482 کدش حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان برای مشغول شدن به سیر و جادو و فالبینی همچون جزا جریمه به اندازه 80 تا 50 نشان دهنده برای حساب‌ها را پیش بینی کرده است. در صورت در دوام یک سال تکرارا صادر نمودن عین کردار جریمه سخت‌تر به اندازه از 60 تا 100 نشان دهنده برای حساب‌ها مقرر کرده شده است. یک جریمه نشان دهنده برای حساب‌ها در سال 2024 72 سومانی را تشکیل می‌دهد. در اطلاع تاکید شده است که امروز علم و دانش‌های طبی در سطح ضروری ترقی و تشکل یافته است. شهروندان را می‌باید از چنین افراد جادوگر و فالبین دوری جسته به عمل و رفتار آنها باور نکنند. در تاجیکستان از سال 2006 فالبینی و سیر و جادو قانونا منع کرده شده، برای آن در قانونگذاری جزاهای مأموری پیش بینی شده است، ولی اکثر آنهایی که به چنین کار مشغول بودند خود را در وزارت تندرستی همچون طبیب خلقی ثبت نام کرده همچنان به کارشان ادامه می‌دهند.